با مقصد بلند برداشتن دانش و فهمش دینی و سیاسی و بیدار کردن زیرکی سیاسی در تالار تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمد جانف شهر باختر سمینار مشورت ولایتی دایر گردید. در کار آن معاون رئیس ولایت ختلان فیروزه شریفی، معاون سردار ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان فردوس خالقوف، مدیر کاتدرای دینشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان قمر نورالحقوف، سرداران ریاست‌های ولایتی، معاونان رئیسان و شهر نواحی، مدیران شعبه‌های معارف، دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، بخش‌های کار با جوانان و ورزش، امام خطیبان مسجدهای جامع و پنج وقته، کارمندان ساحه معارف و دیگر فعالان ولایت شرکت داشتند. گفته شد که تروریسم و افراطگرایی یکی از ظهورات نامطلوب در زمان امروزه به شمار می رود، زیرا آن باعث به میان آمدن عاقبت‌های ناخوش از قبیل تهدید یا استفاده زورآوری، رساندن ضرر وزنی، بی‌نظامی، تغییر ساخت کنستیتوسیونی در مملکت، غصب حاکمیت و از آن خود کردن وکالت‌های آن، برانگیختن نزاع ملی، اجتماعی و دینی می‌گردد. و سوال اساسی همه همین بدبختی‌ها معلوم است تعلیمات‌های غیر قانونی دیگه و امروز تنها در منطقه ما در منطقه باختر سال 2020 همگی 56 حالت بود و سال 2021 205 حالت و 896 نوارد پیشگیری کرده شد تعلیمات غیر قانونی دینی و تمامی نفرانی که به تشکیلات‌های سیاسی پیوست شدگی هستند از همین قشر جامعه هستند. همین نفرات هستند که به تعلیم فرا نگرفته شده تنها و تعلیمات غیر قانونی دینی. یکی از نکته‌های مهمی این در است که مذهب حنفی با تکیه به قرآن و سنت منع می‌کند هر گونه شورش، هر گونه نمایش‌ها، هر گونه تظاهرات‌ها با مقابل حکومت و با مقابل حاکم و با مقابل رهبر منع می‌کند. در قسمت آخری سمینار مشورت گفته شد که خرد و بزرگ کشور را ضرور است که در سمت بلند برداری دانش و فهمش‌های دینی و سیاسی خود را بلند برداشته با استفاده از زیرکی سیاسی خود بر ضد گروه‌های افراطی استفاده نمایند.